سلام دوستان، امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه. با یکی دیگه از جلسات درس دینامیک همراهتونم. میخوایم مثال 8 رو با هم حل کنیم. خب توی مثال 8 گفته که فنری به طول 14 اینچ داریم اینجا و این فنر تا رسیدن به طول 8 اینچ فشرده میشه و با رها شدن در این موقعیت به قطعه آ شتاب میدهد. مقدار اولی این شتاب گفته 400 فوت بر مجذور ثانیه است. خب بچه من اینجا براتون توضیح بدم. این در واقع فنر 14 اینچی رو ما توسط یک حالا لغزنده‌ای یا یک در واقع ذره‌ای فشرده می‌کنیم و تا 8 اینچ رو میاریم. بعد از رها کردن این قطعه در این موقعیت خب اینجا یک شتاب این قطعه میگیره که شتاب اولیه‌اش خب 400 فوت بر مجذور ثانیه است. خب این شتاب اولیه‌مون 400 فوت بر مجذور ثانیه است. و گفته بعد از این خب به دلیل وجود این نیروی فنره که در واقع هست یک شتاب کندشونده‌ای در واقع این لغزنده میگیره تا وقتی که به موقعیت 14 اینچ میرسه این شتاب به صفر در واقع میل میکنه. خب حالا گفته این شتاب کندشونده به صورت خطی داره تغییر میکنه. پس ما اینجا در عبارت شتابمون یک در واقع المانی داریم که داره این شتاب رو کاهش میده تا جایی که به صفر میرسونه. خب این در واقع المان چیه اینجا؟ خب بچه ما در حالا جلوتر هم در فصل 3 هم 2 هم بهش اشاره خواهیم کرد. در فنر F برابر است با KX. درسته؟ کار نیروی فنر در واقع نیروی فنر هست اینجا که ما اون رو به این شکل خواهیم داشت. پس چیزی که ممانعت میکنه از در واقع شتاب گرفتن این قطعه همون نیروی فنر هست که اینجا داره وارد میشه به این قطعه. پس ما منهای KX اون رو خواهیم کرد. این در واقع همون عبارت خطی در واقع شتاب ما هست. من این رو اصلاح بکنم. خب پس ما تونستیم به عبارت شتابمون به این شکل دست پیدا بکنیم. اما اینجا نکته‌ای که هست این x در واقع همون x2 منهای x1 هستش. خب x2 چیه؟ x2 در واقع همون 14 اینچه و x1 همون 8 اینچ هستش. نکته‌ای که وجود داره اینه که من اینجا بنویسم نکته‌ای که وجود داره 1 فوت برابر است با 12 اینچ. بچه اینجا چون ما شتابمون رو بر حسب فوت بر مجذور ثانیه داریم بهتره که حالا این اینچ ها رو تبدیل به فوت بکنیم. پس اینجا دقیقاً 14 اینچ و 8 اینچ رو ما با تقسیم بر 12 میتونیم به فوت تبدیل کنیم. خب حالا من اینجا ساده شده این عبارت ها رو بنویسم. خب آ برابر میشه با 400 منهای 6 دوازدهم x در واقع k. خب این به این شکل درسته. ولی من باز هم این رو اصلاح بکنم. اینجا فعلا با این 6 دوازدهم کاری ندارم. جلوتر به این میپردازیم. من اینجا همون KX بنویسم. خب اینجا میشه 400 منهای KX. نکته بعدی که اینجا وجود داره ما میخوایم که کار رو حالا پیدا بکنیم که اینجا فقط عبارتون بر حسب x باشه. در هر صورت این کار خب یک عدد ثابت هست ولی ما بهتره که دقیقاً مقدارش رو هم تعیین بکنیم. برای این منظور من میام به این شکل خواهم نوشت. در x برابر با در واقع 14 شتاب ما صفر دیگه، درسته؟ پس من در x برابر 14 شتاب ما صفر قرار میدم. خب ادامهش رو هم بنویسم منهای k و اما
x مون برابر با چی خواهد بود؟ خب گفتیم x برابر است با دلتا x دیگه، یعنی همون x2 منهای x1. الان x2 مون 14، x1 مون در واقع 8. پس اینجا میشه 14 منهای 8 تقسیم بر در واقع 12 که یا همون 12 همون 1/2 خواهد شد. پس اینجا 0 برابر است با k در واقع 1/2 به علاوه در واقع 400. اینجا من یک منفی بذارم چون اینجا برعکس نوشتم که در واقع در یک منفی ضرب کرده باشم، هیچ فرقی نداره. پس از اینجا میتونیم بنویسیم من در واقع مثبت k دوم برابر است با 400. پس k به دست میاد در واقع 800. k رو که به دست آوردیم حالا در این عبارت جایگذاریش میکنیم. پس a برابر خواهد شد با 400 منهای 800x. خب این رو هم میتونیم از یک 400 فاکتور بگیریم. پس a برابر خواهد شد با 400 در یک منهای در واقع 2x. خب بچه‌ها تونستیم به عبارت a در واقع عبارت ساده تر شده a در اینجا برسیم. حالا بریم ببینیم سوال در واقع متن سوال چی رو از ما خواسته بود. گفته که زمان t لازم برای حرکت قطعه به فاصله الف گفته 3 اینچ و ب هم گفته 6 اینچ را حساب کنید. خب بچه ها ما اینجا در واقع زمان رو از ما خواسته در فواصل مختلفی که این فنر و این جسمه در واقع با هم قرار داشتن. برای این منظور اینجا دقیقا من زیرش خط کشیدم. ما ابتدا باید خب به یک مرحله برسیم که بتونیم مستقیما اون زمان رو به دست بیاریم. پس بهتر ابتدا معادله سرعت رو هم بچه توی این سوال بتونیم پیدا کنیم و از اون طریق بتونیم به در واقع معادله که میتونیم ازش زمان رو هم در بیاریم برسیم. حالا من جلوتر بهتون میگم که چی کار کنیم. پس من اینجا رو یکم مرتب تر بکنم و ادامه سوال رو با هم حل کنیم. خب بچه ها حالا من میخوام عبارت سرعت رو بر حسب در واقع جابجایی من بیان کنم. خب من ابتدا فرمول شتاب رو که به دست آوردیم بنویسیم. a برابر بود با 400 در یک منهای 2x. درسته؟ خب بچه اینجا شتابمون همونجور که دقت میکنید تابعی از x هستش. درسته؟ پس سرعت رو هم باید تابعی از x به دست بیاریم. چرا این کارو میکنیم؟ خب بچه ما در صورت سوال در واقع یک فواصلی رو بهمون داده، فواصلی از این فنر رو، و از ما در واقع زمان رو خواست. پس ما تابعی از در واقع x رو داشتیم که ما میتونیم از اون طریق به در واقع زمان برسیم. خب من حالا سرعت رو هم به دست بیارم عبارتش رو که به این شکل می نویسیم v دی v برابر است با a دی s. این همون فرمول خیلی مهمی بود که ما در واقع ابتدای فصل هم بهش اشاره کردیم. خب من اینجا بنویسم انتگرال همون از 0 تا v دی v هستش که برابر است با انتگرال a دی s که از 0 تا، حالا من اینجا بهتره به جای s همون x رو بنویسم، از 0 تا x هستش کران همون هم. خب من اینجا عبارت a رو هم که جایگذاری بکنم به یه همچین چیزی خواهیم رسید. اینجا میشه انتگرال، خب این انتگرال هم که حل بکنیم v دوم خواهد شد برابر است با، خب a هم که 400 یک عدد ثابت بیرون میره و اینجا در واقع به این شکل خواهد شد x منهای در واقع x2. از اینجا که انتگرال بگیریم انتگرال 1 که برابر با x خواهد شد، 2x هم که میشه در واقع 2 x2 که اینجا برابر با x2 خواهد و به این صورت اون رو ساده تر بکنیم، 2 رو در عبارت ضرب بکنم برابر میشه با 800
در x منهای x2. خب بچه ما از این عبارت این قسمت هم که جذر بگیریم، خب من v رو بنویسم. v برابر میشه با رادیکال، خب اینجا میشه 800 در x منهای x2. خب در نهایت خب ما میتونیم به این صورت بنویسیم رادیکال 800 هم که میشه 20 رادیکال 2 در این عبارت که هستش x منهای x2. خب بچه تا اینجای کار ما v رو بر حسب مکان اینجا عبارتش رو به دست آوردیم. خب حالا باید بریم که ببینیم این بازه زمانی و این زمانی که طول کشیده تا این فاصله های 3 اینچ و 6 اینچ به دست بیان به چه صورت باید تعیین بشن. خب بچه ما از عبارت سرعت باید استفاده کنیم. v برابر بود با dx به dt. حالا اینجا که شما همونجوری که میبینید v تابعی از x هستش دیگه، پس باید اینجا کاری بکنیم که مخرج dx مون این عبارت بشه. درسته بچه ها؟ خب پس من اینجا رو اگر به این صورت بنویسیم v dt برابر است با dx یا همون ds، من همون x بنویسم به روی v، یعنی در واقع طرفین عبارت رو تقسیم بر عبارت v میکنیم. خب من همین چیزی که این بالا مینویسم، پس اینجا میشه از 0 تا t dt برابر هست با انتگرال از 0 تا x 20 رادیکال 2 در، خب اینجا هم dx در مخرج هستش، اینجا در رادیکال x منهای x2 خواهد شد که از اینجا t به دست میاد انتگرال از 0 تا x، خب dx، خب این هم میشه 20 رادیکال 2 در x منهای x2 که این هم زیر رادیکال هستش بچه ها. خب تا اینجا ما عبارت t رو حالا به دست آوردیم. حالا بریم این انتگرال رو حل بکنیم و 3 اینچ و 6 اینچ رو هم درش جایگذاری بکنیم و به پاسخ سوالمون برسیم. خب بچه ها اینجا من بنویسم t برابر بود با انتگرال dx به روی 20 رادیکال 2 در x منهای x2. خب من پاسخ این انتگرال رو این گوشه براتون آوردم چون ویدیو خیلی طولانی میشد. من فقط اینجا پاسخ رو براتون نوشتم و از قسمت آخرش میخوایم استفاده بکنیم. خب بچه ها اینجا تیمون در x برابر با 3 به روی 12 فوت برابر میشه با، خب اینجا میشه آرک سینوس 2x منهای 1 بچه ها. خب از 0 تا x هم بود کرانه اینجامون انتگرال، من بنویسم. خب پس با حل این و جایگذاری کردن 3/12 یا همون 25 صدم در نهایت t اینجا به دست میاد 37 ثانیه. خب بچه ها برای قسمت ب سوال هم دقیقا همین کار رو انجام میدیم. اینجا تفاوتش اینه که x اینجا دیگه 1/2 فوت هستش. درسته بچه ها؟ اینجا 3/12 فوت بود، اونجا میشه 6/12 یعنی همون 1/2. خب پس اینجا ما جایگذاری میکنیم در این فرمول، یعنی همون آرک سینوس رو که بنویسیم اینجا میشه 2x منهای 1. خب اینجا هم از 0 تا x هستش. در نهایت با جایگذاری t در مرحله دوم برابر میشه با 55 صدم ثانیه بچه ها، 55 صدم ثانیه. خب دوستان جلسه امروز ما هم به پایان رسید در اینجا. امیدوارم که مطالبی که براتون گفتم مفید بوده باشه. با جلسات بعدی ما هم حتما همراه باشید. اونجا هم یک سری سوالات خوبی رو حل خواهیم کرد و احتمالاً در 3-4 جلسه آینده این قسمت از فصل اول تموم بشه و این چند جلسه‌ای که مونده سوالات خیلی جالبی رو قراره بچه با هم حل کنیم. پس با جلسات بعدی حتما همراه ما باشید و این انتگرال هم که اینجا براتون نوشتم رو بهش دقت کنید. من چون تایم ویدیو زیاد میشد این انتگرال رو دیگه اینجا حل نکردم، ولی حلش رو این گوشه براتون آوردم. خب بچه ها شما رو تا جلسه بعدی به خدای بزرگ میسپارم.